خواهش دارم با این سوال من همین جمعه جواب گوید. در نزد ما زنی به شوهر با تجارت مشغول است، تن و نفسش را با مردی بیزن بخشید. التماس با این سوال ما روشنی اندازید. اگر میگه ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمیدارد، این نکاح طلاق شوخی نه، با شوخی طلاق واقع میشه، با شوخی نکاح میشه. برای من اگر همون کدام زنی باشد که با شوخی هم اگر که مثال تن و نفسش بخشیده باشد، برادرای عزیز و گرامی، یقین به او رسانه که وای زن فلانی است. در نکاح شرطایی که مثال در نکاح هست، این حضور شاهده. همین حضور شاهد باشد در نکاح. ولی ببینیم بعضی آدما میگن که سوره فاتحه را بخونی نکاح میشه و یا نه. یعنی در نکاح از همه چیز اساسی که لازم است شاهده. همین شاهدا باشد. بعداً حضور پدر و مادر، حضور پدر و مادر. اگرچند در مذهب خودمان به حضور پدر و مادرم نکاح درست میشه.